درود بر تو هموطن همرنجم که داری این برنامه رو تماشا میکنی. مهمون این هفته گفتگوی تحلیلی سیاسی ما کسیه که ماهای زیادی همه ما باهاش اضطراب کشیدیم، باهاش گریه کردیم، باهاش امیدوار شدیم و باهاش مبارزه کردیم، اما آخر هممون با هم داغدار شدیم. غزاله شارمهد عزیز امروز با ماست. غزاله جان، خوشحالیم که دعوت ما رو قبول کردیم. مرسی، سپاس از شما. خیلی ممنون که اینجایی. من قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم خیلی دوست دارم که خودت رو معرفی کنی. ما غزاله شارمهد رو چجوری باید بشناسیم؟ تو رو به عنوان یک دادخواه باید بشناسیم یا به عنوان یک فعال سیاسی؟ من خودم رو به عنوان هر دوتاش میبینم و به انگلیسی وقتی خودم رو معرفی میکنم میگم freedom advocate، که بعدش میتونیم دربارش صحبت بکنیم که چی هستش به فارسی و اصلا منظورم چیه. ولی بذار برگردیم تو کاملا، یعنی هیستوری خودم و خانوادم. من از روزی که به دنیا آمدم یا اصلا تو شکم مادرم بودم بالاخره صدای بابامو میشنیدم و بحثای سیاسی رو میشنیدم. بحثای سیاسی همیشه تو خانوادمون بود، تو کامیونیتیمون بودش و من با اینا بزرگ شدم. یعنی از بچگی صداش بودش و تا نوجوانی که من خودم باش بحث میکردم و تا بعدش که بزرگتر شدم و خودش اومد جلوی دوربین و با مردم ایران صحبت میکردش و آموزش میداد و همه این کارا رو میکرد. من نزدیکترین شاگرد یا شاگرد اول پدر من بودم، یعنی تو تمام این سالها باهاش بودم و برای این اول همه فعال سیاسی هستم. روزی که پدر منو خواستن ترور بکنن و بعدش روزی که رو بودنش و بردنش، از چند تا کشور رد کردن و بردنش ایران و شکنجهش دادن و این بلاها رو سرش آوردم، تبدیل شدم به هم فعال سیاسی، هم جزو خانواده بزرگ، خانواده دادخواه. و فرقش اینه که شما خانواده دادخواه معمولا تصمیم نمیگیره خانواده دادخواه بشه، یعنی میتونه آدمی باشه که اصلا سیاسی نباشه و عزیزش رو گرفته باشن، بچهش رو، پدرش و مادرش، کسش رو گرفته باشن و مجبور بشه بیاد الان فعالیت بکنه که بتونه جون اون شخص و عزیزش رو نجات بده. ولی فعال سیاسی اصلا لازم نیستش کسی باشه که کشورش رو گروگان گرفته باشن، مردمش رو گروگان گرفته باشن، پدرش رو گروگان گرفته باشن و تصمیم میگیره سیاسی باشه. یعنی این تصمیم شخصی خودش هستش که بره تو این چیز و این دوتا خیلی با هم دیگه فرق میکنن. ولی تو کیس خودم این دوتا با هم دیگه جمع شدن و من تو این سالها هم با آدمایی که سیاسی بودن کار کردن و هم با خانواده‌های دادخواه، الانم دارم با دختران دادخواه و مادران دادخواه همکاری میکنم و با هم دیگه میریم جلو. ولی دو تا راه مختلف هستش، ولی میتونی تو شخصی مثل خودم این دوتا جمع بشه. خیلی ممنون از توضیح خوبه. توضیحاتت منو یاد بانو ناهید شیرپیشه انداخت وقتی که پویا بختیاری پسرش رو جمهوری اسلامی تو آبان 98 کشت. وقتی که توی مصاحبه‌ای بهش گفتن که شما مادر دادخواه هستید، گفتش که من باید اصلاح کنم. من قبل از اینکه مادر دادخواه باشم شهروند معترض بودم، چون من همراه پسرم تو خیابون اومده بودم و برای حقوق شهروندیم داشتم مبارزه میکردم. اما خب جمهوری اسلامی من رو به مادر دادخواه هم تبدیل کرد، ولی قبلش و اول از اون من یک شهروند معترض و یک کنشگر سیاسی بودم. چیزایی که گفتی خیلی برای من مهم بود، یعنی فکر میکنم که برای مخاطبین هم همینطور باشه، به خاطر اینکه بسیار مهمه که ما فرق این وضعیت رو بدونیم. یعنی تو پیش از آن که داغدار پدرت باشی یک وضعیتی بوده که درون یک خانواده بزرگ شدی، که سیاست رو شناختی، دیسکورس ایران رو میشناختی با اینکه دور از وطن بودی، ولی همواره با وضعیت و رنجی که مردم و هموطنات تو ایران میکشیدن آشنا بودی و خب پیش یک همچین معلم نازنینی هم رشد کرده بودی و قاعدتا تمام اون فضاها رو میشناختی. من میخوام ازت بپرسم که توی این فضا ایران همواره برای تو چی جوری بود؟ چی از ایران میدونستی؟ چی جوری درگیر، وقتی که خارج از ایران بودی چطوری درگیر
دیسکورس ایران بودی، اتفاقاتی که توی ایران میافتاد چه تأثیری روی تو داشت از طریق پدرت، از چه چیزهای مهمی پدرت به تو یاد داد، و اینکه بعدش اگر دوست داشتی یه ذره برای ما صحبت کن که فعال سیاسی بودن با فعال حقوق بشر بودن از نظر تو چه تفاوتی داره؟ دو تا سوال خیلی خیلی مهم. یکی شخصی هستش برای من، چون من توی تهران به دنیا آمدم، یعنی اولین چیزایی که دیدم مال ایرانه و فکر کنم اینا تو قلبت همیشه هستن، هیچ وقت از بین نمیرن. و اون کششی رو که همیشه به میهن داشتم همیشه تون بود و به خاطر اینکه پدر من توضیح میداد چیزای اصلی، یعنی ایرانی یعنی چی، تو چارچوبی که جمهوری اسلامی داشتش به بچهای همسن خودم یاد میداد که ایرانی بودن رو داشتش ازشون میگرفت، میگفته شما جمهوری اسلامی هستین، شما اسلامگرایی رو بهشون یاد میداد، شما هویتشون رو داشت ازشون میگرفت، تاریخ رو داشت ازشون میگرفت، ایرانی یعنی چی ازشون میگرفت، یعنی همین رو داشت ازشون میگرفت. پدر من برعکس، چون که تو محیط نبودم و بیرون بودم، همه اونا رو میتونست به من یاد بده که اون واقعیت ها رو که داره جمهوری اسلامی میگیره چی هستش. جمهوری اسلامی رژیم ایران نیست، حکومت ایران نیست، دولت ایران نیستش. اینا انمی، یعنی انمی چیش، دشمن، اینا دشمن ایران هستن، اینا دشمن هویتمون، دشمن کشورمون، دشمن بچه‌هامون هستن. و پدر من هیچ وقت فرقی نمیذاشتش بین من و بچهای ایران، یعنی من و شایان، من و داداشم، براش همونجوری بچه پدرم مثل بچهای ایران. و برای این همیشه مقایسه میکردم وقتی میدیدم من چه امکاناتی دارم در آلمان و بعدش در آمریکا، و میدیدم مثلا کازینای من و بچه‌هایی که تو ایران هستن چیا رو دارن ازش میگیرن. خب این یه چیز خیلی شخصی میشه، که یعنی رنج میکشی به اونا، که از یه طرف میگی که چرا اونا نمیتونن اینو داشته باشن، از یه طرف هم چون همه چی رو ازت گرفتن، کشور تو ازت گرفتن، میهن تو ازت گرفتن، زبون تو ازت گرفتن. من نتونم زبون خودم رو راحت صحبت بکنم و توش روون باشم، باید تو خارج باشم، زبون دیگه یاد بگیرم، یه محیط دیگه باشم که اصلا با ایرانی بودن ربطی نداره. من همیشه این کمبود رو میفهمیدم و میدونم یه چیزی از من گرفتن، خانواده از من گرفتن، آواره هستیم اینجا و به هیچ جای یه جوری نمیخوریم. نه الان به ایران میخوریم که تو این چیز ازش، نه به بیرون میخوریم که مثلا تو آلمان من هیچ وقت به عنوان آلمانی دیده نمیشدم. و این یه چیزی که همیشه میفهم که ازم گرفته شده و اون کششی رو که داشتیم بین مردم ایران و ما که بیرون بودیم اون همیشه تون بودش. چیز دیگه که پرسیدیم، فرق بین فعال حقوق بشر و فعال سیاسی و اون چیزی که من بهش میگم freedom advocate، یعنی فعال سیاسی در راه آزادی، یعنی آزادی خواه، اینا خیلی با هم دیگه فرق میکنن. فعال سیاسی میتونه به نظر من هر کسی باشه که یک سیاست رو میخواد ببره جلو، چه با قدرت میخواد، چه با اینکه یک نظری رو، یک اندیشه‌ای رو که میخواد ببره جلو و فکر میکنه درسته، رو اون داره کار میکنه. یعنی میتونه تو کشورهای دیگه باشه، فعال سیاسی تو آلمان، تو آمریکا، تو چیز، و این اندیشه، این چیزا رو میخواد ببره جلو و با استراتژی میخواد ببره جلو. فعال حقوق بشر میتونه یک بخشی از این باشه. یعنی فعال حقوق بشر تمرکز میکنه روی یک شخصی یا یک عده یا یک موضوعی که داره رنج میبره، که داره فشار روش میاد، که در خطره، مثل کسایی که فعال حیوانات هستن یا فعال حقوق LGBTQ هستن یا فعال حقوق زنان هستن، یا بالاخره یک چیزی هست یا بچه ها، یک عده‌ای رو که در خطر هستن، رو اونا کار میکنه، میخواد به اونا کمک بکنه توی این چارچوبی که هست، توی این محیطی که هست. یعنی حتما این چیزش نیستش که میخواد محیط رو عوض بکنه یا چیز رو عوض کنه. چیزش اینه که الان اون نفر که مثلا پدر من که الان میتونه اعدام بشه یا میتونست اون موقع اعدام بشه، اینو چجوری میتونیم نجات بدیم. و این اولا خیلی چیز مهمی هستش که ما لازم داریم، ولی راهش حتما نباید این باشه که بخواد محیط رو عوض کنه، یعنی سیستم رو عوض کنه، یعنی جمهوری اسلامی رو از بین ببره. تو همون چارچوب جمهوری اسلامی که هست، با چیزایی که هست، میخواد
بهترین کمک رو به اونایی بکنه که الان زیر فشار هستن. فعال سیاسی که من خودم رو جزوش میدونم که فریدم ادوکیت هستش، ما تقریبا مثل مبارزین درون ایران هستیم، مبارزین کف خیابون، گروه هایی که هستن که میخوان براندازی بکنن، که میخوان دنبال آزادی هستن، یعنی هر راهی رو که میخوان برن، تو حقوق بشر باشه، تو سیاست باشه، چیز آخرش اون گولی رو که دارن، چیزی رو که میخوان بهش برسن، جمهوری اسلامی نباشه و مردم آزاد بشن. این گول اوله و با این گول وقتی شما میخوایم برین جلو، استراتژی باید داشته باشیم. نمیتونیم فقط توی جای کار کنیم که الان چه کمکی میتونم برای این کس بکنم که جونش در خطره. نمیتونیم فقط روی سیاست کار کنیم، بحثایی رو بکنیم که کدوم، چه میدونم، پولیتیکال سیستم بهتره، جمهوری بهتره یا پادشاهی بهتره یا این بهتره. کسی هستش که تو همه این زمینه‌ها کار میکنه و اطلاعات داره، ولی با اکسپرت ها هم کار میکنه از سراسر جهان که روی استراتژی این کار میکنه. یعنی چجوری من میتونم روی حقوق بشر پدرم کار بکنم، جونش رو نجات بدم، بدون اینکه جمهوری اسلامی قوی تر بشه، بدون اینکه اینا توی قدرت بمونن. کدوم راه ها رو باید برم و از چی باید بگذرم، شاید از جون پدرم، از جون خودم، از سکیوریتی خودم باید بگذرم، ولی هدفم اینه. و ما با مبارزین توی ایران کار میکنیم، فریدم ادوکیت بیرون از ایران با فریدم فایتر توی ایران، اینا با هم دیگه هم دست هستن و جلو میرن و شما میتونین هر سه تاش هم باشین. یعنی حتما اینجوری نیستش که شما اگه یکیش هستین اون یکیش نمیتونین باشین. خیلی ممنون از توضیحات خوبت. کاملا مشخصه که توی یک فضای سیاسی رشد کردی و این مفاهیم رو خوب میشناسی. من میخواستم اینجا به جمله‌ای که اشاره کردی و واقعا خب افسوس هم داره که ماها مجبور شدیم در تبعید زندگی کنیم، از وطنمون دور بودیم توی این مدت، تو سالیان بیشتری، و اینکه خب اون دیسکورس رو، اون فضایی که تو ایران هست رو از دست دادیم. تو به زبان اشاره کردی و به اینکه خب این رو از دست دادی که بتونی کاملا روان صحبت کنی. اما میخواستم اینجا بهت بگم ما توی حزب ما اعتقاد داریم که زبان به معنی اون زبانی که زبانشناس ها به لایه‌های مختلف تقسیم میکنن، زبانی که دیسکورسیوه و پراگماتیست هست، اون زبان درستریه واسه یک جامعه. یعنی وقتی از زبان یک جامعه صحبت میکنیم، زبان مادری اون زبانی نیست که باهاش گفتگو اتفاق میفته، اون زبانیه که تو دیسکورس جامعه وجود داره و تو اتفاقا اون زبان رو به نظر من خیلی خوب میشناسی و خیلی دقیق وقتی که توضیح دادی راجع به تفاوت اینها، فعال حقوق بشر و فعال سیاسی، نشون میده که چقدر اتفاقا آشنایی با اون چیزی که داره تو بطن جامعه ایران میگذره. من واقعا خیلی ازت سپاسگزارم و میخواستم، حالا نمیدونم تایید میکنی این برداشتی که من از حرفات داشتم، اونم اینه که یک فعال حقوق بشری خب میتونه در یک جامعه دیکتاتوری، در جامعه نیمه دموکرات فعال حقوق بشر باشه و بخواد که مثلا انسانها تو شرایط بهتری داشته باشن، به حقوقشون برسن. ولی وقتی که در مقابل ما یک رژیم فاشیستیه، یک رژیم کاملا توتالیتر تا بن دندان مسلحه که هواپیمای مسافربری رو میزنه، که توی خیابونهای ایران تو 3 روز 1500 نفر رو به سر و پاشون شلیک میکنه و میکشه، و وقتی که موج اعدام ها شروع میشه تو سال 2022 و تمام سیاستمدارای اروپا میان قیومیت یا پاتنشافت زندانیان سیاسی رو میگیرن که در امان باشن و میره همونا رو میکشه، یا کاری که با پدرتو انجام داد، نشون میده که فعالیت‌های حقوق بشری با این رژیم یه ذره یه چیز بزرگتری میخواد و خیلی مهمه که اون کاری که تو داری انجام میدی و راجبش صحبت کردی، اتفاقاً اون باید در مقابل این رژیم خیلی اهمیت بیشتری داشته باشه، چون این رژیم نه به این نه به اون رو نمیفهمه. این رژیم باید در مقابلش به قول تو باید برای براندازی این یا سقوط این رژیم کاری کرد، چون این گونه فعالیت ها در مقابل این رژیم پاسخ نمیده. من برداشتم از صحبت های تو اینجوری بود، حالا نمیدونم درسته یا نه، میخوای اصلاح هم کنی یا قبول داری؟ تا حدودی قبول دارم، ولی ببین یه چیزم خیلی مهم هستش که
کاری که فعالین حقوق بشر میکنن بی‌نظیره، چون که خانواده‌ای که الان عزیزش تو سلوله و داره شکنجه میشه و فردا قرار اعدام بشه، من اگه فقط اون چیزی باشم، فعال سیاسی باشم که فقط تو این چیز باشم، من بهش هیچ کمکی نمیتونم بکنم، چون راه من طولانی تر، استراتژی پیچیده تره. اون کسی که تو اون سلول هستش الان لازم داره که یکی بیاد بگه اسمش چیه، کجا هستش، چه اتفاقی افتاده، تو پابلیسیتی بره، کفیلای سیاسی رو بیاره تو جامعه اروپا، آمریکا، فلان اینا رو بیاره و میتونه و نشون داده که میتونه با این کار جلوی خیلی چیزا رو بگیره. جلو همه چی رو نه، جلو هر اعدام رو نمیشه گرفت، جلو هر چیز رو نمیشه گرفت، ولی میتونه به خانواده کمک میکنه و اون تاریکیه که اون خانواده اون موقع داره که تنهاه توی ایران. من خودم اینو کشیدم، ولی بیرون ایران بودم، یعنی بازم این آزادی رو داشتم که خودم بیام تو تلویزیون حرف بزنم، چیز بکنم، راه برم، کاری بکنم. اونجا میان فشار رو خانواده میارن و این گروه هایی که هستن یعنی میتونن جون یک نفر رو نجات بدن و این خیلی 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 مهم هستش که کارهایی که دارن اونجا میکنن. ولی همون این پوینت موافقم باید که میگی جمهوری اسلامی با این چیزا از بین نمیره. اتفاقا براش شاید چیزم باشه، تبلیغات هم باشه، چون جمهوری اسلامی از این که میکشه، کتک میزنه، چشم در میاره، نمیدونم اتفاقی که میاره و خشونتی که میکنه خجالت نمیکشه. اتفاقا میخواد همه بدونن که چقدر قدرت داره، یعنی داره قدرت نمایی میکنه. هر وقت ما میگیم هر 6 ساعت یه بار دارن یک میره بالای دار فلان این استاتستیکا رو میاریم، داره میگه به به، یعنی مردم اینو بدونن و بترسن. وقتی درباره پدرم حرف میزنن چه بلایی سرش آورده، از کجای دنیا به کجای دنیا تونستن بدزدنش ببرنش، میخواد بگه به به، نگاه این دختر نشون داره قدرت ما رو نشون میده. این چیزی هستش که فشاری روش نمیاد، خیلی هم ازش استفاده میکنه. ولی این استاتیستیک ها مهم هستن. کی مهم هستن؟ بعد از الان که به خود خانواده دارن کمک میکنن مهم هستن و بعد از اینکه رژیم دیگه نیستش. ما تو اینو تو چیز هیتلر دیدیم، وقتی نازی از بین رفتن تمام استاتیستیک ها، چیزایی که نوشته بودیم و اطلاعاتی که داده بودیم و UN و فلان این چیزا، اینا میان چیکار کردن؟ نیورنبرگ ترایلز درست کردن، یعنی یک دادگاه بین المللی که نازی ها رو آوردن توش، نشوندن و دادخواهی بودش توش و این چیزا بعدش خیلی مهمه. یعنی وقتی رژیم هستش اینا مهمه، وقتی رژیم از بین رفتش اینا مهمه، ولی توی راه از بین بردنش اینا ما رو نمیبره جلو. و کاری که من فکر میکنم که ما تو این 46 سال دیدیم که 90%، حالا اینو از خودم در میارم، از تجربه خودم، از استاتستیکی ندارم، ولی فکر میکنم 90% نیروها روی حقوق بشر بودن به جای اینکه روی راه آزادی و استراتژی و براندازی و مبارزه باشن. اینجا ما اشکالمون هستش و اینجا باید استراتژی رو عوض بکنیم و خیلی از نیروهایی که توی حقوق بشر هستن فقط میخوان اونجا باشن، ولی بعضی هم هستن که میخوان بیان توی این بر راه که براندازی و استراتژیک اپلیکیشن هستش و چی کار باید بکنیم، روشش چیه و با این راه ها بریم جلو و این شیفت رو باید سریعتر بتونیم پیدا بکنیم. خیلی ممنون، کاملا درست و دقیق، موافقم باهات. اتفاقا خیلی مسئله حقوق بشر مهمه، مخصوصا پس از براندازی جمهوری اسلامی. این خیلی مسئله مهمیه، ولی یه طرف دیگه به دقت هم اشاره کردی، اینه که فعالین سیاسی هم باید کار فعالیت سیاسیشون رو انجام بدن. یعنی همواره اکت در مقابل جمهوری اسلامی محدود نباید باشه به حقوق بشر که مهمه، که هست، که به قول تو این یک امیدواری در دل کسانی که دارن تو ایران مبارزه میکنن یا عزیزی دارن که میخواد اعدام بشه، پای چوبه‌ای داره. به نکات خیلی خوبی اشاره کردی، ازت ممنونم. یه پوینت دیگه هم یادم رفته بود، یه پوینت دیگه هم اینا هستش. اون کسی که مثلا رفته تو پروتست مبارزه کرده و افتاده توی زندان و بعدش دربارش داریم حرف میزنیم، این فقط کار حقوق بشر نیستش، این مبارزه هم هستش. چون اون شخص وقتی ببینه که رفته این کار رو کرده، جونش رو در خطر گذاشته و موقعی که در خطر افتاد کسی دیگه بهش فکر نمیکنه، کسی دیگه نیستش،
این مبارزه رو هم خراب میکنه. یعنی اونایی که رفتن جلو و دست و جون و همه چیزشون رو دادن برای این کار، باید بدونن که وقتی بیفتن توی زندان، اتفاقی براشون بیفته، خانوادهشون در خطر باشه، یک جنبش، یک عالم آدم پشتشون هستن. اونم برای مبارزه هم این کار مهم هستش. اینو فقط می‌خواستم بگم. خیلی عالی، ممنون. یه سوال دیگه، چقدر به سرنگونی جمهوری اسلامی باور داری؟ چی فکر میکنی؟ و خیلی دلم میخواد اینجا غیر از اینکه نظر خودت رو میگی، نظر پدر نازنینت رو هم بگی که چطوری فکر میکرد، چقدر امید داشت، چقدر در دل جامعه ایران این پتانسیل رو میدید و به چه نکاتی راجع به سرنگونی جمهوری اسلامی همیشه فکر میکرد. نظر خودم همیشه میگم 100% ما میتونیم جمهوری اسلامی از بین بره و تنها دلیلی که از بین نرفته این هستش که دولت‌های غربی دارن هنوز بهش کمک میکنن، چون سود دارن میگیرن ازش. و این نظر پدر من هم همیشه بوده. یعنی خشونتی و کارهایی که از جمهوری اسلامی میبینیم که لازم هستش بیان انقدر فشار بیارن رو جامعه، همه چیزشون ازشون بگیرن، نونشون رو بگیرن، هر چیزش، یعنی تو هم توتالیتر هستش دیگه. یعنی تو چی میخوای بپوشی، چی میخوای فکر کنی، کجا میخوای کار کنی، با کی میتونی حرف بزنی، کجا میتونی نفس بکشی، همه اینا رو میخوان کنترل بکنن، با خشونت و پرشر دارن میکنن. این از رو ضعیف بودنشون هستش دیگه. اگه ضعیف نبودن، اگه میتونستن بر پا بمونن و مردم میتونستن یه کوچکترین حقوقو داشته باشن، اینو اجازه میدادن. چون که انقدر ضعیف هستن، با میتونن در از بین برن، انقدر فشار میارن و گروگان میگیرن و تمام جامعه رو یعنی اینجوری تا یقشون گرفتن. و 100% میکنم اینا میتونن از بین برن. یه کمی روی استراتژی ها باید بیشتر کار بکنیم و موقعیتی خیلی خیلی خوبی هستش توی این سالا، به خصوص از سال 2020 به بعد و 2022 2023 که جنبش های بزرگی هستش، تا امروز که الان داریم میگیم در 100 تا سیتی تمام جهان، تمام ایران دارن استرایک میکنن. یعنی اونایی که راننده کامیون هستن انقدر قدرت دارن که بتونن همچین استرایکی رو درست بکنن. و اگه یادم بیفته 1979 این چیزا بودش که جامعه رو، یعنی تمام کشور رو خوابوند و چیز کرد و تونستش باعث بشه که جمهوری اسلامی این کودتا رو، یعنی کودتای اسلامی رو انجام بده، که خودشون میگن بهش انقلاب، که انقلاب نبوده، کودتای اسلامی رو انجام بده و کشور رو گروگان بگیره. تا الان گرفته. یعنی ما راه و روش ها رو میدونیم، از خودشون یاد گرفتیم و نشون دادن، مردم ایران نشون دادن با مبارزه‌ای که تو خیابون میکنن که ماها میتونن خیابون رو تو دستشون نگه دارن. 12 ماه تو تمام ایران بودش، بعدش هم تو کردستان و بلوچستان و جای دیگه بازم ادامه داشتش. یعنی نشون دادن حاضرن جونشون بدن، همه چیزشون بدن و این کارو میتونن بکنن. ما اینو میدونیم. بیرون از کشور ما نشون دادیم که میتونیم کوالیسیون بسازیم، میتونیم با هم دیگه چیز بکنیم. یعنی تو خیلی چیزا هستش که ما با هم دیگه کار کردیم و تونستیم یواش یواش بریم جلو. اینم نشون دادیم. یعنی همه چیزا هستش. کاری که هنوز باید بکنیم و باید یاد بگیریم اینه که چجوری فشار بیاریم روی کشورهای غربی و یک چند تا روشی اونجا هستش که باید یاد بگیریم و با اونا بریم جلو. ولی 100% شدنی هستش. پدر من عقیده‌اش رو بخوام بگم خیلی باید طولانی توضیح بدم، ولی پدر من اصل چیزی که فکر می‌کنم اون ایمان داشتش به بچه‌های ایران و از اونا یاد میگرفت و به اونا آموزش میداد. یعنی این دیالوگ بین هر دو تاشون بودش و به نسل بعدی، یعنی نسل من و داداشم و الان نسل‌های بعدی که دارن میان، خیلی ایمان داشتش که حتی ما نتونیم راهو تموم بکنیم، اونا میان، اونا یک نسل جدیدی هستن که اینو میتونن انجام بدن. و برش مهم بودش که ما بفهمیم که وقتی دنبال راستی باشیم، یعنی واقعیت، یعنی راست، یعنی پیدا کردن اون چیز اصل،
هویتمون چی، ایرانی چیه، اسلامیسم چیه، جهادیست بودن چیه، سیستم چیه. اینا رو وقتی یاد بدیم و روشن بکنیم هیچ چیز نمیتونه جلومونو بگیره. تابو شکنی براش خیلی مهم بود. خیلی چیزایی که خودش تخصص داشت، چون مهندس نرم افزار بودش، تخصصش رو این بودش که اون موقع، حالا 20 سال پیش، چجوری میتونیم پلتفرمی بسازیم که مردم ایران بتونن دسترسی به بیرون داشته باشن، دسترسی به همدیگه داشته باشن، بدون اینکه جمهوری اسلامی بتونه آی پی ادرسشون رو پیدا کنه، فلان بکنه، تو دست اونا بیافتن. اینا چیزایی بودش که جمهوری اسلامی رو میترسوندن، یعنی قدرت دادن به مردم ایران که با همدیگه صحبت بکنن، آگاهی سازی بکنن، چیز بکنن، خودشون رو بشناسن، تواناشون رو داشته باشن، جمع بشن و برن جلو. و این یه چیزی بودش که وحشت توی جمهوری اسلامی درست میکردش. و پدر منو به عنوان کسی میدن که حاضر بودن اساسین و چیز بفرستن به لس آنجلس که ما رو بکشن اینجا یا بدزدنش و ببرنش. و من فکر میکنم خیلی الان تو همین راه دارن کار میکنن و کارهای مثل خود شما که دارین میکنین، یعنی دقیقاً تو همین راه ها هستش و مردم ایران دارن ادامه میدن. اینا مهمه و این دیالوگی که ما با هم دیگه داریم، یعنی صداهایی که از درون ایران میان و صداهایی که از بیرون میان، مثل پدر من بود، یا مثل صدای خیلی بلندی مثل شاهزاده، یا مبارزین دیگه‌ای که بیرون هستن، خود من صدای کوچیک‌تر. ما نمیایم جلو دوربین حرف بزنیم چون دوست داریم سخن بگیم یا خودمون رو ببینیم یا شعر بگیم، اینا برای قشنگی نیستش. اینا رمز، اینا کامیونیکیشنی هستش که بین همدیگه هستیم که پیام‌های همدیگه رو میفهمیم و ترجمه میکنیم و با اونا کار میکنیم. و اینا راهایی هستش به نظر من که داریم میریم جلو و یکی از مهمترین پوینتاش اینه هستش که با همدیگه باید کار کنیم. خیلی ممنون. سوالی که میخواستم در آخر بپرسم رو به خوبی توی همین سوال جواب دادی، راجع به این که ما باید کنار همدیگه قرار بگیریم. 4 اصلی که آقای رضا پهلوی به خوبی بهش اشاره کردن، 4 اصل اساسیه که فکر میکنم برای ما جمهوری خواه، پادشاهی خواه، از هر حزب و گروهی میتونه مهم باشه که حول اون محور قرار بگیریم. یاد پدر نازنینت گرامی باشه و مطمئنیم که هیچ وقت برای ما مردم ایران فراموش نمیشه. حتما تو روز آزادی ایران ازش خیلی یاد میکنیم. مرسی که با ما بودی، خیلی گفتگوی خوبی بود، ازت متشکرم. سپاسگزارم.